سوپ گشنیز تبریز یه سوپ مقوی زمستونیه که دشمن سرماخوردگیه. قدیمی‌ها دارو نمی‌خوردن. یه کاسه از این سوپ حالشون رو جا می‌آورد. من مسعود هستم و با آشپزخونه دیگچه خوش اومدید. برای درست کردنش 1 لیتر آب رو با یه سینه مرغ، یه دونه پیاز، چند حبه سیر، یه قاشق چایخوری زردچوبه، نمک و کمی فلفل سیاه میذاریم حدود 1 ساعت بپزه. 2 پیمانه بلغور جو رو هم با 1 لیتر آب میذاریم 2 ساعت خیس بخوره. اگر بلغور جو ندارید نگران نباشید، میتونید به جاش از پرک جو استفاده کنید. بلغور جو سرشار از فیبر و انرژیه. سوپ رو غلیظ و خوشقوام و به سلامت دستگاه گوارش و تقویت ایمنی بدن کمک میکنه. 2 تا پیاز هم لازم داریم که نگینی ریز خوردشون میکنیم. داخل قابلمه کمی روغن میریزیم و وقتی داغ شد پیازا رو اضافه و کمی تفت میدیم تا سبک و شیشه ایشن. پیاز رو حتما نگینی خرد کنید چون موقع پخت کامل نرم و تقریبا آب میشه و توی قاشق سوپ دیده نمیشه، اما عطر و طعمش باقی میمونه. دقیقاً چیزی که یه سوپ حرفه‌ای لازم داره. حالا 3 تا هویج متوسط رو هم پوست میگیریم. به این صورت هویج‌ها رو ریز خورد میکنیم. حتما هویج‌ها رو نگینی و هم اندازه خورد کنید که داخل سوپ حس بشه و پخت یک نواختی هم داشته باشه. اگه هنوز عضو کانالمون نشدی، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن تا آموزش‌های خوشمزه بعدی ما رو از دست ندی. اگه زنگوله کنارش هم بزنی میتونی اولین نفری باشی که به محض آپلود ویدیوی جدید ازش باخبر بشی. به پیازها اضافهشون میکنیم، کمی با هم تفت میدیم. تفت دادن هویج باعث آزاد شدن قند طبیعیشون میشه و یه شیرینی ملایم به سوپمون میده. در آخر نصف قاشق چایخوری نمک، نوک قاشق چایخوری زردچوبه و کمی فلفل سیاه میریزیم و هم میزنیم. مرغمون هم پخته. از قابلمه در میاریمش. با کمک 2 تا چنگال ریش ریش میکنیم. به پیاز و هویج در حال تفت اضافهشون میکنیم. حالا آب مرغو به همراه نیم لیتر آب ولرم داخل قابلمه میریزیم و هم میزنیم. برامون جالبه بنویسید اهل کدوم شهر هستید و از کدوم شهر یا کشور این ویدیو رو میبینید. آیا توی شهر شما الان هوا سرد شده یا هنوز گرمه؟ در قابلمه رو میذاریم و اجازه میدیم تا هویجا بپزن. بعد از 1 ربع که هویجا نرم شدن، بلغور جو که از قبل خیس کرده بودیم رو هم اضافه میکنیم. 4 حبه سیر رو ریز ساتوری میکنیم. سیر رو میتونید اواخر پخت اضافه کنید تا پخت کمترش باعث شه بخش زیادی از خواص ضد ویروسی و ضد باکتریاییش حفظ بشه. یه هم میزنیم و در قابلمه رو میذاریم. اجازه میدیم جو بپزه و کاملا لعاب بندازه. توی این فاصله 400 گرم گشنیز تازه رو هم خرد میکنیم. گشنیز خاصیت ضد التهابی، ضد ویروسی و تقویت کننده سیستم ایمنی داره و همون چیزیه که این سوپ رو از بقیه سوپ ها متمایز میکنه. وقتی جو به خوبی پخت، گشنیز رو هم به سوپ اضافه میکنیم و هم میزنیم. حتما باید در اواخر پخت به سوپ اضافه بشه چون ترکیبات عطری و ویتامین سی بالای گشنیز در حرارت طولانی از بین میره. حدود 10 دقیقه با درب نیمه باز میذاریم بپزه تا حسابی جا بیفته. یکی دیگه از چیزایی که این سوپ رو پرخاصیت‌تر و خوشمزه تر میکنه ماست هست. به 3 پیمون ماست نیاز داریم که بهتر پرچرب باشه و شیرین هم نباشه. برای اینکه توی سوپ بریده نشه، بهتره اول با سوپ کمی همدماشه. یه چند ملاقه از سوپ رو با ماست اول توی کاسه ترکیب میکنیم. خوب که یک دست شد و تقریبا همدما شدن، بعد به قابلمه اضافهش میکنیم. هیچ وقت ماست رو مستقیم نریزید که کل سوپتون ممکنه خراب شه. یکم روی حرارت هم بزنید تا دوباره سوپ گرم شه. نیازی نیست دوباره به جوش بیاد. سوپ خوشمزه و مقوی ما آماده است. عطر گشنیز این سوپ و ترکیبش با سیر و مرغ بی‌نظیره. معمولا بعد از خوردن این سوپ بدن ریلکس میشه و خواب راحت تری دارید. قدیمی‌ها با همین سوپ گشنیز حال سرماخورده رو خوب میکردن، نه قرص و دارو. حالا به نظرتون گشنیز واقعاً میتونه جای دارو رو بگیره؟ اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. نوش جان.